نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر بر ما و شما منت نهاد تا در برنامه دیگر با بررسی ترجمه معانی آیات سوره دیگر از کلام الله مجید در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. سوره مبارکه المزمل، سوره مبارکه مزمل 73مین سوره کلام الله مجید در ترتیب مصحف هست که در مکه مکرمه نازل شده و از اولین سوره هایی است که در مکه مکرمه و به صورت عموم بر رسول الله علیه السلام نازل شده است. این سوره نامش مزمل هست و برگرفته از اولین آیه این سوره. مزمل یعنی کسی که شخصی که خود رو در جامعه پیچانده است. شأن ورود این سوره مبارکه این گونه است که در ابتدا وقتی که رسول الله علیه السلام در غار حرا بعد از نزول آیات اولیه سوره مبارکه علق 5 آیه اول مدتی بعد رسول الله علیه السلام در همون بازگشت از غار حرا می رفتن، دلشون تنگ شده بود برای دیدن دوباره جبرائیل علیه السلام و در مسیر برمیگشتن و حضرت جبرائیل علیه السلام رو دیدند در آسمان، در بین آسمان و زمین و عظمتی مشاهده کردن. به شکل اصلی خودشون ایشون رو مشاهده کردن، به شکل اصلی جبرائیل علیه السلام و سریع به سمت خانه آمدن و در داخل خانه که رفتن به خدیجه کبری فرمودن که زملونی من رو بپوشان و من رو بپوشان و ایشان رو داخل جامعه خودشون رو پوشاندن و بعد این آیات بر ایشان نازل شد. سوره مبارکه مزمل سوره است که صحبت از مشکلات و سختی های دعوت داره و به دعوتگر هر دعوتگری میگوید که مسیر دعوت مسیر سختی هاست و مشکلات و استقامت و صبر و برای این وظیفه مهم باید آمادگی گرفت و باید با قرآن انس بیشتری داشت، مخصوصا در دل شب و عبادت شبانه. این خلاصه مفهوم این سوره مبارک است. در این سوره می‌خوانیم کلمتان می‌فهمند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل، ای کسی که خود رو در جامه پوشانده ای. مخاطب رسول الله علیه السلام است در وهله اول. به صورت عموم ای کسی که خود را پوشانده ای، داخل لباس، داخل پتو، در شب، در دل شب، در حال خواب، میتونه همه معنا و مصداق این آیه شریفه باشه. قم اللیل الا قلیلا، برخیز شب زنده داری کن مگر بسیار بخش کمی از شب رو. یعنی قم اللیل الا قلیلا، شب رو کلا زنده داری کن مگر کمی از شب رو، یعنی کمی از شب رو بخواب. این دستور خاص به رسول الله علیه السلام بود و واجب بود برای ایشان و برای ما و شما هم یک درس مهم. نصف شب رو او انقص منه قلیلا، یا یک کمی کمتر از نصف شب رو شما بیا و به عبادت بپرداز. او زد علی، یا بیافزای بر نصف شب، بیشتر از نصف شب رو عبادت بکن. ورتل القرآن ترتیلا، و قرآن رو با ترتیل بخوان، آرام، با
تدبر و تأمل، آرام آرام شمرده و با تدبر و تفکر. این معنای ترتیل است. رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو با ترتیل بخوان. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چرا که من الله با عظمت بر تو نازل میکنم، القا میکنم بر تو کلامی بسیار وزین و سنگین که وزن داره. قرآن کریم وزن داره، مفاهیمش، معانیش خیلی سنگین است، وقار داره. علاوه بر این که دستورات قرآن کریم، اوامر قرآن کریم، آنچه که در قرآن ذکر میشه، دعوت قرآنی توحید سنگین است و این میطلبه که انسان آمادگی بگیره. رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن رو بخوان با ترتیل و تدبر، چرا که من بر تو بار سنگینی رو که رسالت و دعوت است، من الله با عظمت نازل خواهم کرد که این کتاب است، این کلام و این دعوت. یعنی این که هر جا در زندگی مشکلات و سختی ها میاد، با نیروی قرآن میشه که این مشکلات و سختی ها رو تحمل کرد. قرآن نیرویی به انسان میده که این نیرو میتونه انسان با این نیرو یک قول ثقیل رو، یک شیء سنگین رو، یک دعوت سنگین رو، یک وظیفه مهم رو بر دوش حمل بکنه. فرمود ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو ترتیل بخوان، قرآن رو بخوان، چرا که من الله با عظمت بر تو وظیفه مهمی رو خواهم داد. وظیفه دعوت نیاز به قرآن خواندن دارد. امکان نداره انسان بدون ارتباط با قرآن بتونه دعوت رو پیش ببره. خلوت کردن با قرآن، تفکر در قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، تلاوت قرآن در دل شب. انسان در شب، دعوتگر در شب باید ارتباط داشته باشه با الله تعالی، باید قرآن بخواند با تدبر و تفکر، ولو کم. باید یک ورد شبانه‌ای داشته باشه، چرا که شب وقتی است که انسان شارژ میکنه خودش رو و این نیرویی که در شب گرفته، این نیرو رو در روز در مسیر دعوت صرف میکنه. مثل گوشی های موبایلمون ما شب میزنیم به برق تا شارژ بشه و روزها استفاده میکنه. انسان نیروی ایمانیمون رو، دعویمون رو و دعوتمون رو باید شارژ بکنیم با قرآن کریم تا در روز بتونیم که از این نیرو استفاده بکنیم بهتر و بهتر. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وظیفه مهمی به تو القا خواهد شد و قول سنگینی بر تو خواهد آمد. دستورات قرآن. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، اون شب زنده‌داری و عبادت شبانه خیلی سنگین‌تر و وزین‌تر است. این نیروی عظیمی است، این ماندگارتر است و کلامی که در دل شب گفته میشه، این کلام هم ماندگارتر است. نجوایی که در دل شب میکنی، عبادتی که در دل شب داری، تلاوتی که در دل شب داری، این ماندگارتر است، برای تو خیلی بهتر میماند و عبادت شب تو برای تو محکمتر است و بهتر است. ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو روزها خیلی مشغولی. حالا که روزها مشغولی، مشغولیت خیلی زیادی داری، شبها رو بیا واذکر اسم ربک، نام پروردگارت رو یاد کن، و تبتل الیه تبتیلا، یک گوشه خلوت کن، ببر از دیگران، وقت بگذار برای الله متعال، وقت بگذار. هر چقدر مشغولی، کار درس داری، زندگی داری، تجارت داری، دعوت میکنی، جهاد میکنی، هر کاری که میکنی، روز مشغولی، شب و تبتل الیه تبتیلا، یک وقتی خالی کن، ببر از همه چی، بگذار برای الله متعال، خلوت کن، بشین با خودت، ذکر بکن، عبادت بکن، تلاوت بکن قرآن رو، قرآن بخوان در نمازهای شبت، گوشه ای از شب تلاوت بکن، یک ورد شبانه داشته باش ولو کم، حتما این کار رو بکن. هر چقدر که مشغولی باز هم باید وقت بگذاری برای اینکه قرآن بخوانی، که این قرآن
شب تو رو میسازه. اگر میخوای دعوتگر باشی، اگر میخوای مسلمان خوبی باشی، باید این کار رو بکنی. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. خلوت کن، ذکر بکن الله متعال رو در دل شب، در نجواهای خودت. رب المشرق والمغرب، اون کسی خدای شرق و غرب است. هر چی که در سمت راست و چپ تو قرار داره، رو پشت سر تو، بالا و پایین تو، همه اینها ذاتی که خدای همه اینهاست. اون ذات رو یاد کن، تفکر کن درباره عظمتش، خلقت آسمان ها و زمین. وقتی که به عظمت او پی بردی، فاتخذه وکیلا، او رو کارساز خود بگیر، به او بسپار خودت رو، اعتماد بکن به او توکل بکن، او رو کارساز خود بگیر، کارهای خود رو به او بساز، به او بسپار، با او بساز کارهای خودت رو. دست به دعا بلند بکن و از او بخواه که کارهای تو رو بسازه، از او طلب بکن. و ذرنی والمکذبین اولی النعمه، و اون کسانی که صاحب نعمت هستند و ثروت و آسایش و آرامش، من رو با اونها تنها بگذار، اونها رو به من بسپار. و مهلهم قلیلا، به اونها مدتی مهلت بده. اینها گناه میکنن، هرچی بیشتر گناه بکنن بیشتر عذاب میبینن. من به اونها مهلت میدم تا بیشتر گناه بکنم. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، من به اونها مهلت میدم تا بیشتر گناه بکنند. مهلهم قلیلا، اندکی به اونها مهلت بده، کاری به اونها نداشته باش، تو کارتو بکن، تو دعوتت رو بده، نیروی خودت رو به دست بیار با قرآن، خودتو شارژ بکن، آمادگی داشته باش، کار خودت رو بسپار به الله متعال، او رو وکیل خود بگیر، کارساز خود بگیر. ان لدینا انکالا و جحیما، من الله با عظمت غر و زنجیرها دارم، دوزخی دارم برای اینها آماده کردم، برای این کسانی که در مسیر دعوت تو سنگ اندازی میکنن، با تو میجنگن. و طعام ذا غصه، طعامی که در گلوی اونها گیر میکنه. غصه یعنی چیزی که در گلوی انسان گیر کرده. و طعام ذا غصه، طعامی که در گلوی اونها گیر میکنه و نمیتونن بخورن. و عذابا الیما، و عذابی بسیار دردناک منتظر اونهاست. یوم ترجف الارض والجبال، آن روزی که زمین میلرزد و کوهها به لرزه میافتند. و کانت الجبال کثیبا مهیلا، و کوهها رو میبینی که مانند تپه شن روانی که همینجوری باد میزنه و اینها رو حرکت میده، این گونه از هم میپاشن. این عظمت دنیا از بین خواهد رفت. هر آنچه که در این دنیاست بیش که وفا نخواهد کرد، نه ثروت ها، نه این کاخ ها، نه این ساختمان ها، نه این ویلاها، نه این شرکت ها، نه این هواپیماها، نه این ثروت ها، نه این ناز و نعمت ها، نه این جمال، همه اینها از بین خواهند رفت. و کانت الجبال کثیبا مهیلا، اون کوها مثل شن روان، تپه شن روانی به حرکت میافتند. ان ارسلنا الیکم رسولا، من الله با عظمت برای شما پیامبری فرستادم. شاهدا علیکم، شهادت خواهد داد بر شما روز قیامت که من دعوتم را به اینها رساندم. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، همان گونه‌ای که من الله با عظمت پیش فرعون هم رسولی فرستادم. موسی علیه السلام رو پیش او فرستادم تا رسالت من رو به او برسونه، اما این کار رو نکرد. فعصى فرعون الرسول، اما فرعون قبول نکرد رسالتی رو که به او فرستاده بودم. رسالت رو فرستاده بودم تا فرعون قبول بکنه، اما این کار رو نکرد. فرعون قبول نکرد. فعصى فرعون الرسول، سرپیچی کرد و نافرمانی کرد فرعون اون پیامبر من موسی علیه السلام رو. فاخذناه اخذا وبیلا، من الله به عظمت او رو خیلی شدید گرفتم، در عذابی بسیار سخت او رو غرق کردم و تمام قومش رو، همه اونها رو هلاک کردم و از بین بردم. این درس عبرتی باشه برای شما تا دشمنی نکنید با رسولان الله متعال، با دعوت الهی، با قرآن کریم. ببینید که الله متعال چه کار کرد با امت‌های گذشته. الم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی که با عاد چه کار کرد، با ثمود چه کار کرد، با فرعون چه کار کرد، با قوم هود چه کار کرد، با قوم‌های مختلف، با اصحاب فیل چه کار کرد و ملت‌هایی که همه رو الله متعال عذاب کرد. فکیف تتقون ان کفرتم، اگر کفر پیشه کنید و کافر بشید چگونه خود رو در امان نگه می‌دارید، خود رو محافظت می‌کنید. یوما، از روزی که یجعل الولدان شیبا، روزی که طفل رو پیر خواهد کرد. در روز قیامت از شدت این روز، انقدر این روز سختی است که یک طفل در این روز موهای او سفید خواهد شد. یوم کان مقدار فی یوم کان مقداره 50,000 سنه،
روزی که 50,000 سال است، 50,000 سال. اون روز سخت، اون روز حساب کتاب، اون روز قیامت. یوم یفر المرء من اخیه، انسان از برادرش میگریزد، و امیه و ابیه، از پدر و مادرش، مادر و پدر رو فرار میکنه، و صاحبته و بنیه، همسر و فرزندش. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، به خاطر اینکه هر کسی اون روز مشغول خودش است، کاری داره که او کار دیگه فرصتی نمیکنه به چیز دیگری بپردازه. اون روز چه کار خواهید کرد؟ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، اون روزی که آسمان منفجر می شود و از هم گسیخته می شود. کان وعده مفعولا، وعده الله متعال تحقق می یابد و عملی می شود. این هذه تذکره، این پند است برای شما. فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، هر کسی که میخواد بپذیره و به سمت الله متعال راهی رو انتخاب بکنه، راه خودش رو به سوی الله متعال در نظر بگیره. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، پروردگار تو ای محمد نازنین و من میداند که تو شب زنده داری میکنی کمتر از 2/3 شب رو، و نصفه یا نصف شب رو، و ثلثه یا 1/3 شب رو، نزدیک به 2/3 شب یا نصف شب یا 1/3 شب رو شب زنده داری میکنی، من میدانم. و طائفة من الذین معک، و اون گروهی که با تو هستن، اصحاب تو همین کار رو میکنن. خواندن نماز تهجد و نماز شب به این مدت، یعنی نصف روز، نصف شب، 2/3 شب، 1/3 شب، واجب بود بر رسول الله علیه الصلاة والسلام و صحابه. بعد از اون الله متعال از صحابه ساقط کرد و بر رسول علیه الصلاة والسلام واجب ماند تا آخر. الله یقدر اللیل و النهار، الله متعال تقدیر شب و روز رو به دست دارد و میداند حساب شب و روز رو. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، الله متعال میداند که شما نمیتوانید دقیق حساب بکنید نصف شب یا 2/3 شب یا 1/3 شب رو. آن موقعی که این آیه نازل شد، نه ساعتی بود نه حساب کتابی بود. فتاب علیکم، پس بر شما معاف کرد. اما درباره رسول الله علیه الصلاة والسلام در سوره اسراء فرمود من اللیل فتهجد به نافلة لک، در شب نماز تهجد بخوان و بر تو واجب است. نماز تهجد به صورت کلی، نماز تهجد بر رسول الله علیه الصلاة والسلام واجب بود، اما بر صحابه واجب نبود. فتاب علیکم، بر شما گذر کرد الله تعالی، از شما درگذشت. فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اما هر آنچه که می توانید از قرآن کریم بخوانید. فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، در شبها هر چقدر میتونید تلاوت بکنید، روزها هر چقدر میتونید بخوانید. علم ان سیکون منکم مرضی، الله متعال میداند که یک عده‌ای از شما مریضید. انسان وقتی مریضه نمیتونه که زیاد تلاوت بکنه، عبادت بکنه. الله متعال میداند شما مریضید، میداند که شما مریض هستید. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، الله متعال میداند گروهی دیگری از شما در زمین گشت و گذار میکنید، به دنبال کسب رزق و روزی حلال الله متعال، از فضل الله متعال طلب میکنید، رزق و روزی میخواید، کار میکنید، صبح میرید شب میایید. الله متعال میداند. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، دیگه دی در جهاد هستند، در مسیر الله متعال میجنگن. این رو هم الله متعال میداند شما مشغولید، مریضید، جهاد میکنید، کسب رزق و روزی حلال. و جالب است که الله متعال کسب رزق و روزی حلال رو در کنار جهاد ذکر کرده، گویی که به ما بفهماند این آیه کسی که از خانه خارج میشه برای به دست آوردن روزی حلال، تا وقتی که برمیگرده به خانه مجاهد فی سبیل الله است. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمود و این آیه هم تاکید میکنه بر این مفهوم. کسانی که در مسیر کار و تجارت حلال گام برمیدارن از صبح تا شب و این تجارت اونها رو غافل نمیکنه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، نه تجارتی و نه بیع اونها رو غافل نمیکنه از ذکر الله تعالی. نمازشون رو دارن، تجارت خالصانه، تاجری که پایبند است به دین، حلال و حرام سرش میشه، رعایت میکنه حق الله متعال و بندگان الله متعال رو.
این تاجر مجاهد فی سبیل الله هست. و اینجا الله متعال کنار هم ذکر میکنه اینها رو. الله میداند عده‌ای از شما مریض هستید، عده‌ای مشغول کسب درآمد و رزق و روزی حلال و عده‌ای دیگری مجاهد فی سبیل الله. فاقرؤوا ما تیسر منه، هر چقدر میتوانید بخوانید. ابتدا فرمود فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، از قرآن هر چقدر میتونید بخوانید. تعیین نکرد، هر چی بیشتر بهتر. ما مریضیم خدایا نمیتونیم، من صبح میرم شب برمیگردم، کار دارم، درس دارم، تجارت دارم، اداره دارم، مشکلات زندگی هست. جهاد میکنی حتی ولو اینکه تو مجاهد فی سبیل الله باشی، صبح تا شب تفنگت به دستت در کوه ها و دشت ها، سرما و گرما، جانت به کف، مال در جیبت برای خرج در راه الله متعال، خانه و خانواده رو برکری، باز هم قرآن جای خود رو داره. فاقرؤوا ما تیسر منه، باز هم فرمود هر چقدر که میتوانی بخوان، هر چقدر که میتوانی، هر چقدر توان داری، هر چقدر میسر شد برای تو بخوان. بخوان قرآن بخوان. این آیه چقدر تاکید داره بر ما و این سوره به قرآن خواندن، سوره مزمل سوره قرآن خواندن است. تاکید بر خواندن قرآن و تأثیر قرآن در زندگی من و تو، تأثیر قرآن در زندگی یک دعوتگر، تأثیر قرآن در زندگی یک مسلمان، نجوای با الله متعال در دل شب، خلوت کردن با الله متعال و خواندن قرآن با تفکر و تدبر و اهمیت قرآن در زندگی، ولو اینکه مریض باشی، ولو اینکه هر چقدر مشغول باشی، ولو اینکه در صف جهاد باشی. فاقرؤوا ما تیسر منه، هر چقدر میتونی بخوان که این سرمایه است برای تو. این از اون سرمایه است که هرگز از بین نخواهد رفت. قرآن است که روز قیامت برای صاحب خود شفاعت خواهد کرد که خدای من این رو از خوابیدن باز داشتم، میخواست بخوابه به خاطر من نخوابید. فاقرؤوا ما تیسر منه، قرآن بخوانید. و اقیموا الصلاة، نمازتون رو برپا دارید آن گونه‌ای که حق نماز است. و آتوا الزکاة، زکات پرداخت کنید، صدقه بدید به مساکین، فقرا. و اقرضوا الله قرضا حسنا، به الله متعال قرض بدید، قرض نیکو. پولی که در راه الله متعال خرج میشه، الله متعال خودش به ما نعمت میده. و ما بکم من نعمت فمن الله، باز این نعمتی که خودش ما داده از ما قرض میگیره، برای ما رشدش میده و دوباره به ما پس میده. اقرضوا الله قرضا حسنا، به الله تعالی قرض بدید، قرض نیکو. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، و هرچه برای خود پیش بفرستید، برای نفسهای خود، هر خیری که پیش بفرستید، تجدوه عند الله، نزد الله متعال برای شما اون رو نگه داشته. هو خیرا و اعظم اجرا، اون خیر رو و اجری بیشتر از اون برای شما نگه داشته است. آنچه که پیش الله فرستادی برای تو باقی مانده است. اگر میخوای که سرمایه زندگی خودت رو بررسی بکنی که چقدر سرمایه داری، گاف صندوقت رو، حساب بانکی خودت رو، تجارت خودت رو، املاک خودت رو، زمینهای خودت رو، حساب کتاب خودت رو با این و اون بگذار کنار. اینا هیچ کدوم مال تو نیستن. اینها مال وارثین تو هستن که بعد از مرگ تو سر اونها جنگ خواهند کرد. اینها مال تو نیستن. مال تو و ما تقدموا لانفسکم من خیر، آنچه که پیش فرستادی از خیر برای خودت، لانفسکم، اون مال تو است. تجدوها عند الله، نزد الله متعال اونو پیدا میکنی. چقدر به مساکین کمک کردی، به ایتام کمک کردی، به فقرا کمک کردی، به کارهای خیر در نشر قرآن، کارهای قرآنی، تحفیظ قرآن، مساجد، مدارس، بیمارستان ها، تربیت نسل مفید برای جامعه اسلامی، حل مشکلات عروس تازه و عروسه ها، تارز دامادها و ده ها مشکل دیگر، مریض ها، یتیم ها، بیوه زن ها، کسایی که مشکل مالی دارن. چقدر کار کمک کردی. هر آنچه که تو خرج میکنی اینها برای تو میمونه. اون چه که خرج میکنی میمونه برای تو، نه اون چه که ذخیره میکنی اون نمیمونه برای تو. آنچه خرج میکنی برای تو میمونه. و ما تقدم، آنچه پیش میفرستی، لانفسکم، برای توست. آنچه که نگه میداری که مال تو نیست. آنچه نگه میداری مال تو نیست. دو کس سعی بیهوده بردند و رنج بیفایده کردند. رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند. آن کس که اندوخت و نخورد، وان کس که آموخت و عمل نکرد.
اونی که ذخیره میکنی برای کی میخوای ذخیره کنی؟ پول برای کی نگه داشتی؟ بله حق فرزند، حق همسر، حق خانواده رو نگه دار، اما یه چیزی برای خودت بفرست. برای خودت در صدقه جاریه شرکت بکن، برو در کارهای خیر، در بنای مساجد، در کارهای عامل منفعه، چاه آبی، بیمارستان خیریه‌ای، نشر پخش قرآن، تحفیظ قرآن، تعلیم قرآن، کارهایی که خیر کثیر داره، در اینها برای خود ذخیره بکن. و ما تقدموا من خیر و ما تقدموا لانفسکم من خیر، هر چی برای خود پیش میفرستی از خیر همون رو میابی. چیز خوبی برای خود بفرست، چیزی که به دردت بخوره. تو میخوای برای خودت ذخیره کنی، برای خودت چیز خوب ذخیره کن. به دنبال پول خوردن جیبت نگرد که فقط اینها رو خارج کنی، کم اینا جلوت گذاشته میشه. خوب خرج کن. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به مقام رستگاری نخواهی رسید حتی تا اون لحظه‌ای که دوست از آنچه که دوست داری انفاق کنی. تو نشه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. مالی رو خرج نکن که اگه همونو به تو بدن با اکراه میگیریش، قبولش نمیکنی. مال بنجل، مال عقب مونده، مال خراب شده، میوه پوسیده، ته مونده غذا رو میخوای بریزی سطل آشغال بدی فقیر. نه، چیز خوب برای خودت ذخیره میکنی. این رو نزد الله متعال میابی. برای خودت ذخیره کن، تلاش کن، ذکر کن، عبادت کن. عبادت نافله داشته باش، روزه داشته باش، ذکر، قرآن بخوان، قرآن بخوان. استغفر الله. الله متعال رو استغفار کن. ان الله غفور رحیم. الله تعالی بسیار بخشنده و بسیار مهربان است. اگر پول نداری، اگر هیچ کاری نداری، استغفار کن، گناهان تو بخشنده. توبه بکن تا الله متعال برای تو بنویسه. آرزو بکن خدایا بگو اگر من مال می داشتم من مثل فلانی و فلانی و فلانی عبادت میکردم. اینها عبادت های قلبی است. کسب میکنی، درآمد کسب میکنی، اینجوری عبادت، این خودش یک عبادت. آرزوی کار خیر خودش عبادت است. و رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود کسی که مال داره و در راه دین خرج میکنه و علم دین داره، این در بالاترین درجات است در جنت. کسی که علم داره، دانشش داره، فهمش داره، غمش داره، اما مال نداره. اما صادق النیت یقول، صادقانه میگه لو ان عندي مالا لعملت بعمل فلان. اگر من مال می داشتم مثل فلانی خرج میکردم در راه دین، در راه خدمت به انسانیت، مسجد، مدرسه، بیمارستان، کمک به ایتام، مساکین، فقرا، نه کسایی که ندارن. این رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود فاجرهما سوا. اینی که هیچی نداره اما دلی داره پر از درد و آرزو داره اگه می داشت مثل اون خرج میکرد، ثوابش به اندازه همون کسی است که خرج میکنه، ولی اون که میلیارد خرج کرده باشه. جایی میبینی کسی خرج میکنه، خیریه میکنه، بگو خدایا اگه منم میداشتم مثل این میکردم. صادقانه بین خودت و الله تو اجرشو بگیری، پاداشش رو بگیری، بلو اینکه جیبت خالی است، بلو اینکه نداشته باشی، بلو اینکه در جیبت یک ریال هم نداری اما میتونی عبادت بکنی با قلبی خالصانه، قلبت رو پاک بکنه. و استغفر الله ان الله غفور رحیم. استغفار کنید که الله تعالی بسیار بخشنده و مهربان است. استغفار در پایان این سوره اشاره به این داره که کوتاهی هایی که کردیم من و شما درباره قرآن از الله متعال بخواهیم که ما رو ببخش، که ارتباطمون رو با قرآن بیشتر کنیم، قرآن رو در نمازمون، در زندگیمون، در حیاتمون مشاهده بکنیم. فقرأوا ما تیسر من، هر چقدر که میتونید قرآن بخوانید. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو با ترتیل بخوانیم. قرآن تجارتی است که هرگز ضرر نمیکنه انسان از او و شفیعا لاصحابه، روز قیامت شفاعتگر است. الله متعال ما و شما رو صالح و مصلح بگرداند و اهل قرآن و شفاعت قرآن کریم رو برای ما و شما نصیب بگرداند در روز قیامت. قرآن کریم رو چراغ راق ما در دنیا قرار بدهد و چراغ قبر ما و شفیع ما در قیامت و پل صراط همراه ما و بر آتش دوزخ نگهدارنده ما و در جنت دوست و همراه و همدم ما. الله متعال رو بر همه نعمتانش شاکریم. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني